بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، چگونه که برادران و خواهران گرامی قدر بیان کرده بودیم، موضوع امروزه ما در بیان تبریک گفتن به عیدهای کافران و حکم قبول هدیه کافران و همچنین حکم هدیه دادن مسلمانان تحفه ها بر کافران یا حکم قبول هدیه کافران در روزهای عیدهای آنها یا تبریک کردن آنها و هدیه دادن آنها در روزهای عیدهای آنها و شرط های قبول هدیه کافران در عید یا که غیر عیدها. همین یک چند پهلو را این موضوع ما در بر میگیرد. اما اولا با بسم الله الرحمن الرحیم سخنمان را شروع میکنیم، سپس با حمد و ستایش که مخصوص الله سبحانه و تعالی است او را حمد میگوییم و از او یاری میجوییم و با سوی او سبحانه و تعالی طلب مغفرت میطلبیم و با سوی او سبحانه و تعالی پناه میبریم از بدیهای نفسهایمون، از بدیهای نفسهای خود، و درستی که نفسهای انسان بدیهایی دارد و سوی او سبحانه و تعالی از این بدیهای نفس پناه میبریم و همچنین از بدیهای اعمال خودم با سوی او سبحانه و تعالی پناه میبریم. و درستی که برادران و خواهران گرامی، هر کسی را که الله هدایت کند کسی او را گمراه کردن نمیتواند و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید هیچ کسی او را هم هدایت کرده نمیتواند. و گواهی میدهیم که معبودی بر حق جز الله نیست، او یکتا و یگانه است، بدون شریکی ندارد. و گواهی میدهیم که محمد بنده او و رسول اوست و درود و سلام بی پایان بر سرور دو جهان محمد صلی الله علیه و سلم و آل و اصحاب و یارانش باد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید. در این آیه کریمه الله به سوی مؤمنان خطاب میکند. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید، از الله سبحانه و تعالی بترسید، چنان که او سبحانه و تعالی سزاوار و شایسته ترسیدن هم هست. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و هرگز نمیرید مگر اینکه در حال بمیرید که مسلمان باشید، در حال بمیرید که مسلمان باشید. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردم، از پروردگار خود بترسید، از پروردگار خود بترسید، آن پروردگاری که شما را آفرید از یک نفس و خلق منها زوجها و از این نفس همسرش آدم ماما حوا را آفرید و بث منهما رجالا کثیرا و از این دو آدم و ماما حوا مردمان زیاد را به دنیا آورد و زنهای را همچنین. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. پس بترسید از آن پروردگاری که شما پرسیده میشوید، که از یکدیگر پرسیده میشوید. در بریدن خویش و تباری پرهیز بکنید. ان الله کان علیکم رقیبا. به درستی که الله سبحانه و تعالی بر شما نگهبان است. و ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و سخن راست و درست بگویید. اگر سخن راست و درست گفتید، از الله ترسیدید، بعد ایمان آوردن به او، الله سبحانه و تعالی اعمال شما را نیکو میگرداند و گناهان شما را بیامرزد. و درستی که هر کسی از الله و رسولش اطاعت کند، به درستی که یک کامیابی بزرگی را نائل گشته است. اما بعد، و درستی که برادران و خواهران گرامی، بهترین سخن این سخن الله است، کلام الله است، و بهترین راه این راه رویش محمد صلی الله علیه و سلم است، و بدترین کارها این نوآوری ها و بدعت ها است. و هر نوآوری در دین این بدعت است و هر بدعت به درستی که گمراهی است و هر گمراهی باشد در آتش. پس ای مؤمنان از الله بترسید، از الله بترسید و او را اطاعت کنید و بر آن هدایتی که بر شما آورده از شکر و سپاسگزاری او را انجام بدهید. به درستی که بیشتر مردم از دین خود گمراه شدند و از شریعت او روی گردانیدند و خود را در خشم و غضب الهی قرار دادند. تنها یک گروه اندک از مؤمنان الله را دوست داشتند و از پیامبرش اطاعت و فرمانبرداری کردند و اینم فضل الله سبحانه و تعالی بر شما ای بندگان است امروز. و اذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الظالمین. و او را یاد کنید ای بندگان، او پروردگار را یاد کنید، همان گونه ای که شما را ای بندگان هدایت کرد، گرچند که پیش از این در گمراهی ها بودید. اولا برادر و خواهر گرامی، مفهوم تبریک و تهنیت چیست؟ مفهوم تبریک و تهنیت چیست؟ بر همگان معلوم است که تهنیت یعنی تبریک مقابل تعزیه است. یعنی گفته می شود که فلان کس را به چیزی که او را شاد می گرداند، بر او خوش می آید، تبریک گفتم. بر او یعنی بر او تهنیت دادم، تهنیت گفتم. طعام را برایش تبریک کردم، هدیه را برایش دادم.
طعام را برای او دادم و گفتم هنیئا، یعنی بر تو گوارا باد. این معنای تبریک است. تبریک و تهنیت میگوییم. و مقصد از تبریک گفتن، مقصد اساسی تبریک و تهنیت گفتن، این اظهار دوستی و نزدیکی است و نشان دادن شادی میباشد. نشان دادن شادی از آن چیزی است که بر انسان میرسد است. از روی عادت باشد تبریک میگویند، از روی بشارت باشد تبریک میگویند و مانند اینها. از روی عید و محبت باشد تبریک میگویند. به اندازه محبت و معامله نزدیکی میان آدمان است این تبریک. تبریک برخلاف سلام است. کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی تو برو تبریک تو برو سلام میدهی، چون یک در حدیث بیان شده است. اما تبریک کسی را که میشناسی و بر آن چیزی که تو بر وی تبریک میکنی است. پس از اینجا روشن میشود که تبریک گفتن به ایده‌های کافران معنای همراهی با آنها در شادی و ایده‌هایشان را با اظهار شادی از آن ایده‌ها را در بر میگیرد. و هر کسی که شادی خود را از چیزی برای شخص نشان میدهد، برای وی اعتراف میکند و از او راضی میباشد و راضی هست، هرچند اگر ادعای عکس این رو هم نشان بدهد. به خاطر آنه که انسان کسی رو به چیز تبریک میکند که در حالی که دوست می‌دارد، از او راضی هست، خوشنود است. اما مقابل این انسان کسی را تبریک و تهنیت نمیگوید که از او خوشش نمیآید، او را دوست ندارد، بر او محبت ندارد و کار او پسندیدن نیست. همین است که روایتی که انس رضی الله عنه می‌نماید از رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که قدم المدینه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و لهم یومان یلعبون فیهما، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کردن آمدند و دیدند که اهل مدینه 2 روز دوره که در آن 2 روز خوشگذرانی میکنند، بازی میکردند. فقال و پرسیدند صلی الله علیه و سلم ما هذان یومان، گفتند این 2 روز چه روز است که شما خوشگذرانی و خوشحالی میکنید و بازی میکنید؟ قالوا، گفتند كنا نلعب فیهما فی الجاهلیه، گفتند که ما در عهد جاهلیت در این 2 روز بازی میکردیم. فقال، این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما، به درستی که الله به جای این 2 روز بهتری رو برایش مناسب کرد و فرمود که یوم الاضحى و یوم الفطر، روز اضحی روز قربانی، عید قربان و روز عید فطر. روایت ابی داود و البانی این حدیث رو صحیح گفتند. پس بله ای مؤمنان، الله بر ما، بر امت اسلامی 2 روز را عطا کرده است که در آن ما شادی میکنیم، شاد میشویم، خرسندی را آشکار میکنیم. از روی شکر و سپاس و ستایش الله سبحانه و تعالی و احترام نعمت‌های او، ما به خود و اهل خانواده امان حق شادی را فراغت میبخشیم. همه بیرون میبریم، بهترین لباس‌ها را میپوشیم، بهترین عطرها را استفاده میبریم. مردان حتی امر شده است که زنان و دخترانی که در عادت ماهانه خود هستند بر عیدها خارج شوند. تا این اندازه از عطیه رضی الله عنها روایت است که گفتند گفت امرنا ان نخرج العواتق، گفتند که ما امر شدیم که دختران جوان و زنان حیضدار را در 2 عید قربانی و عید رمضان خارج شویم. و الحید فی العیدین یشهدن الخیر، تا که این خیر و نیکی، این شادی و این پیروزی را ببینند. و دعوت المسلمین همچنین، و گفتند که یعتزلوا الحید مصلی، اما زنانی که در حالت ماهانه خود قرار دارند نماز نگذارند. روایت بخاری و مسلم است. پس ای مؤمنان، ما در دین خود حق هستیم، در این شک و تردید نیست. الله سبحانه و تعالی ما را با این آخران پیامبر خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم مشرف گردانید بر این هدایت. و الله میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما من کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم را امروز من برای شما فراهم بخشیدم، کامل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و دین اسلام را برای شما دین نیکو و دین حق برگزیدم. در سوره مائده آیه 3. پس ما یقین داریم که الله سبحانه و تعالی دین غیر از اسلام را نمیپذیرد، چگونه که الله در سوره آل عمران میفرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی که غیر دین اسلام دیگر دین را بپذیرد از او پذیرفته قبول کرده نمیشود. و هو فی الاخره من الخاسرین، و او در آخرت از جمله خاسر هلاک شدگان و زیانکاران است.
پس ما مطمئن هستیم که دینهای پیشین هرچند اصلی آنها درست بود، هرچند اصل دینهای پیشین درست بود، ولی تحریف شدند، در آنها تغییرات پیدا شد از جانب خود همون امتان. بنابراین این دینهایی که امروز هستند آنها مورد پذیرش قرار نمیگیرند چون تحریف شده هستند. الله میفرماید که من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه. از یهودیان کسانی هستند که کلمه ها را از جایهای خود تحریف کردند، تغییر دادند. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفس محمد بیده، قسم به نام آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لا یسمع بی احد من هذه امه یهودی او نصرانی. هر کسی که از این امت یهود باشد یا که نصارا سخن من رو بشنود ثم یموت لم یؤمن بالذی ارسلت به، سپس با آن دینش بمیرد و با من آنچه که من رساله که آوردم با آن ایمان نآورد، الا کان من اصحاب النار، از اصحاب نار، از اصحاب جحیم قرار میگیرد. پس ما امتی هستیم که با این دین صحیح و درست و کامل و شامل افتخار میکنیم و عقیده خود افتخار داریم و با نعمت این دین که الله برای ما برگزیده است شاد هستیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید قل بفضل الله و برحمته، بگو با فضل الله و رحمت او، فبذلك فلیفرحوا، و با این دین خرسند و شاد باشند، هو خیر مما یجمعون، این خیر است که آن بهتر از آن چیزی است که جمع آوری میکنند در سوره یونس. پس ما مؤمنان با رازگی مردم اهمیت نمیدهیم، زیرا میدونیم که در حق هستیم. کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را با خود داریم و با آن در این دنیا با عزت هستیم و در آخرت کامیابی و سعادتمندی برای ماست. هر کسی که بر این کتاب چنگ میزند. برای همین است که الله میفرماید ولله العزة ولرسوله، بدرستی عزت از آن الله و رسول الله است، وللمؤمنین، و همچنین عزت از برای مؤمنان است. تو با عزت از ای مؤمن. ولکن المنافقین لا یعلمون، ولیکن منافقین که در بین ما و شما هستند آنها نمیفهمند، نمیدونند. پس ای مؤمنان، نصوص شریعت آمده است که مسلمانان را از کفر و کافری دور نگاه بدارد. الله سبحانه و تعالی کسانی را که اسلام آوردند به هجرت به سرزمین از سرزمین‌های کفر بر سرزمین‌های اسلام امر فرمود و بر آنها این را واجب گردانید تا آن زمانی که آفتاب از مغرب برآید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسی که بدون ضرورت در سرزمین کفر اقامت و زندگی میکند بیزاری جستند، چگونه که حدیث ابن جابر ابن عبدالله البجلی است رضی الله عنه فرمودند که رسول صلی الله علیه و فرمودند انا بریء من کل مسلم یقیم بین المشرکین، من از هر مسلمانی که در میان مشرکان اقامت میکند بیزار هستم. گفتند روایت ابی داود و البانی صحیح گفتند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز هشدار دادند از شباهت نمودن با کافران، مانند کردن خود با کافران، چی در امور عادی باشد چی در امور دینی باشد. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که فرمودند من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که با قوم شباهت خود را شباهت و مانند کند از زمره و جمله آنهاست. روایت ابی داود. پس ای مؤمنان، این یک مسئله خطرناک می رود. برخی از مسلمانان با سبب نادانی یا تقلید از پیشینیان یا گمان آسان بودن آن در این گرفتار شدند. تبریک گفتن با ایدهای کافران یا اشتراک کردن در آن ایدها، مخصوصا در آن ایدهایی که سال نو یا عید میلادی مسیح علیه السلام جشن گرفته می شود. پس این امر بسیار ترسناک و خطرناک است برای مؤمن. بر دین انسان خطر دارد و خوف است، به خاطر آنه که انا همین ایدهایی که اینها امروزهای جشن گیری ها میکنند از شعارهای خاص دین تحریف شده آنها است. پس در این زمان ما این یک بلا و یک آفت، این ایده های بت پرستان، هیکل پرستان، این نصرانی ها عمومی شده از برای مردم. جشن گرفتن در آن، اشتراک ورزیدن در آن که بسیاری از مسلمانان شاید هم این را حضور نمایند، کمک کنند، هدیه ها بدهند، تبریک بگویند یا در این سهلگرایی آسان نمایی نمایند. نباید در جشنواره های آنها اشتراک کرد و نباید در این بی اهمیتی نسبت این اشتراک کرد. اسلام این در را برای ما مؤمنان بسته است و شباهت مانند کردن خود را با کافران سخت منع کرده است. الله سبحانه و تعالی با پیامبرش میفرماید که ثم جعلناک علی شریعت من الامر، سپس تو را بر شریعت از امر قرار دادیم، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پس این شریعتی که بر دادیم این را پیروی نما و از هوا و هوس مردم پیروی نکن. در سوره جاثیه.
معصیت. پس چگونه برای شخص مسلمانی که به الله امید دارد و به جنت او امید میبخشد این جشنواره ها را انجام بدهد؟ این اساس بزرگ اعتقاد را ویران بسازد، در شعارهای دینی کافران اشتراک ورزد و آنها را تبریک بگوید. چگونه؟ از الله سبحانه و تعالی دعا طلب کننده است که ما امت اسلامی را به راه راست راهنمایی کند و از هر گونه ضلالت بدیهی ها دور بسازد. برخی از مردم در این سختگیری نسبت بر ایده های کافران تعجب میکنند، اما برای کسی که شریعت الله را میفهمد یگام جای تعجبش نیست، چون این حفظ شریعت الله است، حفظ عقیده و دین، ناموس و شرف و آبرو است. بارک الله فیکم. پس این است معنای حقیقی حفظ دین که الله تعالی کفالت آن داده است، چون که میفرماید ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. بگمان که ما این قرآن را نازل کردیم و حتما ما این قرآن را حافظ هستیم، نگهبان هستیم، در سوره حجر. پس از سببهای شرعی حفظ دین قرار گرفته است منع شباهت مانند بر کافران شدن و منع نوآوری در دین، چون الله سبحانه و تعالی بدبینی کرده است، ناپسند شمرده است به این شعارهای کفری که آنها انجام میدهند. الله متعال خبر داده است که او سبحانه و تعالی کفار را نمیپسندد، خوشش نمیآید از آنها. الله میفرماید این تکفروا فان الله غنی عنکم. اگر شما کافر شوید، کفر بیورزید، پس همان الله از شما بینیاز است، بر شما نیازی ندارد. ولا یرضی لعباده الکفر. الله برای بندگانش کفر را هرگز راضی نمی شود. این تشکروا یرضه لکم. اگر شما شکر و سپاسگزاری الله را نمایید، آن را برای شما میپسندد. سوره زمر. این آیه بیانگر آن است که الله سبحانه و تعالی کفر را بد میبیند و از آن راضی نیست و کفر را منع میکند و به هیچ حالت آن را حلال و جایز نمیشمارد برای هیچ یک از مردم. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی کفر را برای هیچ کس نمیپسندد و از آن راضی نیست، برای انسان جایز نیست که از کفر شخص دیگر راضی شود، زیرا راضی شدن با کفر دیگران این خود حقیقتا کفر حسابیده می شود و جنایت عظیم است در حق خودی بنده. بارک الله فیکم. پس از اینجا ما میفهمیم و در میابیم که تبریک گفتن ایده های کافران تبریک کردن خاصترین شعارهای کفر است که الله آن را از بر ما منع کرده است مؤمنان و از آن راضی نیست. پس واجب است که در این روزها دوری جوییم از تبریک کردن، نه تبریک نماییم و نه تبریک را قبول کنیم. و بدونید برادر و خواهران گرامی که شریعت از نشستن در مجلس‌های کفر را نیز حرام کرده است. مجلس‌های کفر و مجلس‌های معصیت گناه را شریعت برای ما حرام کرده است و حتی الله برای ما نهی کرده است که ما اگر با آنها بیشنیم اهل آنها رو نهی نکنیم، بلکه اهل آنها رو منع بسازیم. و الله میفرماید که وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في الحديث غيره. و البته در قرآن بر شما نازل کرده است، الله نازل کرده است که هرگاه شنوید که از آیه های الله یا که به آیه های الله کفر ورزند یا که کفر ورزده شود یا که به آیه های الله مسخره کرده شود، پس با آنها ننشینید. میگه الله پس با آنها ننشینید. این آیت صراحتا من می‌سازد مؤمنان را از نشستن با کافران در ایده‌هایشان. و در دوام چی فرمود؟ دوام آیت با خطرناکتر است. انکم اذا مثلهم ان الله الجامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اگر شما با آنها نشستید پس شما مثل آنها هستید، مانند آنها خواهید بود. هر آینه الله منافقان را و کافران را در جهنم جمع خواهد کرد. یعنی منظور این آیت سوره نساء این است که بر شما نازل شده است که اگر با کسی همنشین شوید که به آیه های الله کفر میورزند، این کار میکنند، نمیپذیرند، قبول نمیکنند و آنها را مورد مسخره و استهزاء قرار میدهند، در حالی که شما میشنوید، پس شما مانند آنها قرار میگیرید. و میفرماید که اگر در این حالت از نزد آنها شما برنخیزید و خود را دور نسازید، با آنها بنشینید و در عمل شما مانند آنها میشوید. و خاطر چیست؟ زیرا که شما با نشستنتون در نزد آنها هنگامی که میشنوید که آیه های الله را این کفر میورزند، به آیه های الله مسخره میکنن، الله را نافرمانی میکنن، که شما با آنها باز نشینید. پس شما نیز در این معصیت الله با اندازه‌ای که مانند آن چیزی که
انجام میدهند آنها، شما در آن شریک و مرتکب آن گناه میشوید. پس این آیه کریمه دلیل روشن است بر نهی از همنشینی با اهل باطل. هر نوع اهل باطلی که باشد، از اهل بدعت، از اهل فسق، در باطل خود باشند، با آنها ننشینید، از آنها دور باشید، دوری نمایید، دوری بجویید، کنارگیری از آنها. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که هر کسی که اگر که با آن منکری که آنها انجام میدهند راضی شود، در کفر آنها راضی شده است، در معصیت، در گناه آنها راضی شده است. برای همین بسیار با احتیاط شنا کار در این مورد، خیلی با احتیاط باشید. برای همین برادران و خواهران گرامی، تبریک گفتن این شادگردانیدن قوم هست که در برپا داشتن شعارهای دینی که الله آن را نمیپذیرد و قبول نمیکند است و شخص انسان و ممکن است که تبریک برای آنها کمک شود بر پایبند ماندن بر دین باطل خودشان. چون غالبا مردم هر جای را نگاه میکنند که در آنجا اگر انسانیت بیشتر باشد، به سوی آن بیشتر رغبت داشته باشند، گمان میبرند که آنها حق هستند. در باطل آنها را بر کثرت آنها را زیاد میکنه. پس بجای آن که مسلمان دین باطل آنها را که از جمله این روزها، این عیدها قرار میگیرد اشتراک نماید، بجای این هنگام جشن گرفتن یکی از شعارهای کفر، یعنی عیدهایی که آنها قرار میدن، از اینا کنارگیری نماید، برعکس آنها را در این عیدها علیه بالله با تبریک میگویند. پس از این گناه عظیم، نه تنها همنشین با آنها هنگام جشن گرفتن این عیدها، این شعارهای کفر، بلکه باز تبریک ها و تهنیت ها و باز نمیدونم باز چی حرام های در آنجا واقع میگردد. باید مسلمان نفرت داشته باشد، نه اینکه با آنها نزدیکی. ابن قیم رحمه الله تعالی در بیان اجماع بر حرام بودن تهنیت گفتن کافران با شعارهای کفر آنها، اتفاق علما را در کتاب احکام اهل الذمه روایت می‌نماید. اتفاق علما را می‌فرماید که اما تهنیت بشعائر الكفر مختصه به فحرام باتفاق، اما تبریک گفتن با شعارها و مراسم های کفر که مخصوص آنها است، با اتفاق علما حرام است، با اتفاق علما. فیقول، پس میگوید این انسان مسکین بیچاره میگوید عید مبارک علیک، عید بر شما مبارک باد. این سخن رو میگوید، یا که میگه عیدت مبارک باد بر تو، یا با تو عید مبارک باشد و مانند اینها رو میگوید. شیخ میفرماید که چنین سخن اگرچه گوینده اش از کفر سلامت بماند، پس این از جمله محرمات عظیم است و این محرمات به منزلت آن است که کسی او را به سجده کردن به صلیب تبریک کند و بسیاری از مردمی که نزد آنها دین قدر ندارد به چنین کار میافتند. و او رحمت الله علیه در اقتداء صراط مستقیم میفرماید که و اما اعیاد المشرکین، و اما عیدهای مشرکان، فجمعت الشبهه و الشهوه، که در این عیدهای مشرکان هم شبهه ها و هم شهوت ها را در بر میگیرد، جمع کرده است خود، هم باطلی ها را در خود جمع کرده است، به خاطر آنه که در این جاها یگان منفعتی برای شخص مسلمان است در دینش و آنچه که از لذت زودگذر است آنها در حال میگذرد. اما عاقبت این لذت‌های زودگذر عاقبت دردناکی دارد و حضور داشتن در آن مجلس‌ها خود شاهد شدن و اشتراک کردن در آن است. بارک الله فیکم. و همچنین در قول باطل آنها را اشتراک کردن و آنها را دستگیری کردن است در این عمل باطلشان. و همچنین در همون کتاب در مجلد اول می‌فرماید که المحظور فی اعیاد اهل الكتابین التي نقرهم عليها اشد من محظور من اعیاد جاهلیه التي لا نقرهم عليها. خطر و محظور، یعنی ضرر و منع موجود در ایدهای اهل این دو کتاب، یهود و نصارا، که ما آنها را اقرار کرده ایم، شدیدتر از خطر در ایدهای اهل جاهلیت پیش از اسلام است که ما آنها را اقرار نمیکنیم. یعنی این ایده یهود و نصارا، اینا خطرشون بدتر است که ما این را اقرار مینماییم، اما ایده زمان جاهلیت که خطر آنها کمتر است ما اینا را اقرار نمیکنیم. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که این امت اسلامی از جانب سرورشون محمد صلی الله علیه و سلم از شباهت مانندی بر این یهود و نصارا رو هشدار دادن و منع کردن و خبر داده شد و پیامبر گفت که گروهی از این امت به چنین کارها چنگ میزنن، دست میزنن و با آن دین جاهلیتی که پیش از اسلام به سوی آن برمیگردن در آخر زمان. بارک الله فیکم. و همچنین میفرماید که الاعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى. میگه ایدها از جمله شریعت ها و راه و روش ها و مناسک های میباشن که الله سبحانه و تعالی فرمود لكل امت جعلنا منسكا، برای هر امت مناسک قرار داریم.
و هم ناسکوه که آن را انجام میدهند. میفرماید که که قبلتی و صلاتی و صیامی، مانند قبله، نماز، روزه. پس هیچ فرقی نیست میان اشتراک کردن با آنها در این عید یا میان اشتراک کردن با آنها در دیگر راه و روش ها، زیرا موافقت نمودن آنها در تمام عید، موافقت این در کفر است. در تمام ایدهای آنها را موافقت نمودن و از آن راضی شدن، این موافقت نمودن آنها در کفر است. و موافقت نمودن در بعضی از شاخه‌های آن، در بعضی از شاخه‌های ایدهای آنها، این موافقت نمودن در بعضی از شبهه‌های کفر است. منظور ابن قیم این است که اگر انسان در تمام ایدهای آنها را اقرار نماید و بر آن باوری داشته باشد و اعتراف نماید، پس اعتراف در کفر کرده است. اما کسی که در بعضی از ایدهای آنها را اعتراف می‌نماید، بعضی از ایدهای آنها را، پس این یکی از شبهه یا که شاخه‌های کفر را اعتراف کرده است. برای همین می‌فرماید که ایدها از مخصوص ترین چیزهایی هستند که در شریعت ها به آنها بین ما مؤمنان و بین آنها فرقیت جدا کرده می شود و این ایده های آنها از آشکارترین شعارهای آنها می باشد. این ایده های آنها از آشکارترین شعارهای آنهاست. پس مادامی که از آشکارترین شعارهای آنها باشد، پس موافقت در ایده ها موافقت در مخصوص ترین شریعت های که شعارهای کفر و آشکار کردن شریعت های آنها می باشد یا که شعارهای آنها می باشد. و همچنین در مجموع الفتاوا می فرماید بر هیچ مسلمان جایز و حلال نیست که در چیزی از آن ایده‌هایی که چیزهایی که خاص ایده‌های آنهاست از کافران است، به آنها در آنها شباهت نماید که در آنها اشتراک نماید. ایده‌هایی که خاص آن کافران است، پس مانند شدن در این ایده‌ها، چی از طعام، چی از لباس، چی از احکامی که وابسته بر خود ایده‌های مخصوص کفری آنهاست، اشتراک کردن به هیچ وجه جایز و روا نیست. حتی می‌فرماید که نه در فروختن این چیزها هم باید اشتراک نکند و همچنین نه در بیکار کردن عادتی که در زندگی خود در عبادت خود است. در روزهای ایدهای آنها آن عبادت‌های خاصی که داری، آن کارهای خاصی داری، آنها را بیکار نمایی. و همچنین می‌فرماید که همچنین برگزاری ولیمه و تحفه دادن، نه فروختن چیزی در ایدهای خاصی اینها که مخصوص ایدهای اینهاست که در آن جشن‌های کفری است، جایز و روا نیست. و نه ایجادات است که بر کودکان و مانند اینها این بازی‌ها و این چیزها که تعلق دارد آشکار کرده و زینت داده شود. پس اگر به طور کلی بگیریم برای مسلمان جایز نیست که ایده‌های آنها را با چیزی که شریعت‌های خاصی آنهاست اختصاص بدهد، قرار بدهد، بلکه برای مسلمان لازم است که ایده‌هایی که از آنها می‌شود برای مسلمان ها روز مسلمان مثل دیگر روزهایش باشد، نه اینکه به این ایدهای آنها افتخار نماید یا که مانند این چیزها را قرار بگیرد در خودش. آنچه که خصوصیت های آنهاست این را خاصی ما مسلمانان است این را قرار ندهیم، بلکه زندگی حیاتی ما عادی باشد، مثل روزهای گذشته باشد. پس مخصوص گرداندن آن روز با چیزهایی که پیشتر ذکر شد نباید انجام داده شود، بلکه گروهی از علما آن چیزهایی که خاص ایدهای کفری آنهاست کفر دانستند کسی که این کار را انجام میدهد و گفتند که زیرا این چیزها تعظیم شعارهای کفر است و گفتند که هر کسی که در روز عید آنها قربانی کند گویا خوک را قربانی کرده است، گویا خوک را ذبح کرده است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص صحابی کرام رضی الله عنه میفرماید که من تأسى ببلاد اعاجم، هر کسی که به کشورهای اعجم، کشورهای غیر اسلامی تعظیم پیروی کند و صنع نیروزهم و نوروز یا که مهرجان آنها را برگزار نماید و تشبه بهم و بر آنها تا حد خود را مانند بکند حتی یموت و هو كذلك، و به این حال اگر بمیرد حشر معهم یوم القیامه، در روز قیامت با همراهی آنها برمیخیزد. قول عبدالله ابن عمرو ابن عاص است. و امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه و صحابگان کرام و کسانی که پس از آنها آمدن رضی الله عنهم فرمودند الا یظهروا اعیادهم فی دار بلاد. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه همراه با صحابگان کرام و دیگر علماهای پیشینیان از امیر المؤمنین و صحابگان کرام پیروی کردند و بر آن شرط گذاشته بودند که ایده‌های خود را در سرزمین مسلمانان آشکار نکنند. بر کافران شرط گذاشتند که
ایدهای خود را در سرزمین‌های مسلمانان آشکار نکنند و انما یعملونها سرا فی مناسکهم، بلکه این ایدهای خود را پنهانی در منزلگاه‌های خود قرار بدهند. و سلف در تفسیر قول الله سبحانه و تعالی که فرمودند که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، در تفسیر آن که قول الله سبحانه و تعالی ترجمهش این است که و آنان که بر دروغ شهادت باطل حاضر نمیشوند و چون به نزد سخنان بیهوده میگذرند با کرامت بزرگواری میگذرند، یعنی که اینها رو اهمیت نمیدهند، احترام قرار نمیدهند. در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی که آنها که بر دروغ شهادت باطل نمیدهند و حاضر نمیشوند، گفتند که این ایدهای کافران است، در ایدهای کافران حاضر نمیشوند. پس اگر این حکم درباره حاضر شدن، درباره حضور و شاهد شدن بر آنها باشد بدون انجام هیچ عملی، پس چگونه گفتن ممکن است؟ پس چگونه گفتن ممکن است درباره عملهایی که از خصوصیت‌های ایدهای آنها است آنها را انجام می‌دهند؟ و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسند و سنن روایت شده است که فرمودند که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کس با قوم شباهت کند خود را مانند کند خود را از جمله آنها قرار می‌گیرد. و در دیگر روایت فرمودند که لیس منا من تشبه بغیرنا، از ما نیست آن کسی که به غیر ما خود را مانند می‌کند. این حدیث رو جید خوب گفتند. پس اگر این حکم درباره شباهت مانند کردن با آنها باشد، در عادتها باشد، پس چگونه است که شباهت کردن با آنها در چیزهایی که این از شدیدترین و روشنترین امرهای مخالفت است؟ اکثر علماها از امامان ناخوش دانستند یا به صورت کراهیت تحریمی، نه حرام بودن یا تنزیهی یا که از آن دور شدن، خوردن آن چیزی را که آنها برای ایده‌هایشان و قربانی‌هایشان ذبح میکنند، چون ذبح اینها در این روزهای ایده‌هایشان در دایره آن چیز دور می‌زند که به غیر الله نام برده می‌شود، برای بت‌هایشان ذبح کرده می‌شود. همچنین علما منع کردند، رحمهم الله تعالی منع کردند از کمک رسانیدن به آنها در ایده‌هایشان، با تحفه دادن یا که فروختن. و فرمودند علما رحمهم الله تعالی که بر مسلمانان جایز نیست که بر آنها تحفه بدهند یا که بر آنها تحفه بفروشند. بر مسلمانان حلال نیست که بر نصرانی‌ها چیزی از منفعت‌های ایدی آنها بفروشند، نه گوشت، نه شراب، نه لباس، نه حیوان برای آنها اجاره بدهند. در زمان ما امروز ماشین‌ها و دیگر تکنولوژی است. و نه در هیچ چیزی از دین آنها به آنها کمک نرسانند. به خاطر چیز این را گفتند؟ به خاطر آنکه این کار تعظیم شرک آنهاست و یاری دادن در کفر آنها میباشد. و لازم است که امیران و رهبران و حاکمان مسلمانان این کار را، مردم را از این کار منع می‌سازند. زیرا الله می‌فرماید که و تعاون علی البر و التقوى، یا دیگر را در بر تقوا و نیکوکاری هم دستی کنید، یاری بکنید. ولا تعاون علی الاثم والعدوان، و در گناه و معصیت تجاوزکاری همدیگر را دست یاری دراز نکنید. و همچنین مسلمانان بر مسلمان حلال نیست که آنها را در فروختن نوشاکی‌های اسپریتی و شراب کمک کند و مانند اینها. اگر این چیزها حلال نباشد، این چیزها جایز نباشد، پس شعارهای کفری دستگیر کردن در شعارهای کفری آنها چگونه جایز است؟ در چیزی معصیت اگر جایز نباشد، کمک کردن آنها در کفر چگونه جایز باشد؟ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه که از او پرسیده شد که بعضی مسلمانان در ایدهای نصرانیان اشتراک میکنند، گفتند نظر شما چی است که آنها در ایدهای نصرانی ها اشتراک میکنند؟ شیخ رحمه الله تعالی پاسخ داد، فرمود که لا يجوز للمسلم ولا لمسلمه مشارکه النصارى او اليهود او غیرهم من الكفر فی اعیادهم. بر مسلمان مرد و مسلمان زن جایز نیست که در ایده‌های نصرانیان یا یهودیان و دیگر کافران اشتراک بورزند، بل یجب ترک ذلك، بلکه واجب است که ترک نمایند، این را پرهیزگاری نمایند. لان من تشبه بقوم فهو منهم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله هشدار داد فرمودند که هر کسی که خود را با قوم شباهت مانند نماید از زمره آنها قرار میگیرد. بارک الله فیکم. و همچنین فرمودند که ولا یجوز اشتراک فیها، پس اشتراک در ایدهای آنها جایز و روا نیست. ولا تعاون مع اهلها، و کمک کردن اهل آنها جایز نیست. ولا مساعدتهم بأي شيء ولا بشاي ولا بقهوه ولا بغیر ذلك، و کمک کردن آنها نه در چای، نه در قهوه، نه در غیر این، کالاوانی، دیگ و طبق، کاسه و غیر اینا قطعا جایز و روا نیست کمک کردن آنها. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوى، شما در بیر تقوا و نیکوکاری همدیگر را دستیاری بگیرید، و در گناه دوباره تعاون علی الاثم والعدوان، در گناه و معصیت همدیگر را دستیاری دراز نکنید. پس اشتراک در ایدهای کافران نوعی از کمک در گناه و تجاوز کردن در حق آنهاست، در حق خودت است. و از شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت الله علیه پرسیده شد که
حکم تبریک گفتن با کافران به مناسبت عید سال نو آنها چیست؟ یا که اگر آنها ما را تبریک بگویند چیست و ما چی جواب بدهیم؟ شیخ رحمت الله علیه بر ما روشن واضح کردن می‌فرماید تهنیت الکفار به عید کریسمس میگد. تبریک گفتن کافران با مناسبت این عید کریسمس، همه عید سال نو یا دیگر عیدهای دینی، آنها حرام است با اتفاق علماها. چنانچه ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب احکام اهل الذمه نقل کردند که در بالا بیان کردیم. ابن قیم فرمود که اما تهنیت بشعائر الکفر مختص به حرام باتفاق، اما تبریک گفتن با شعارهای خاص کفر حرام است با اتفاق علما، مانند تبریک گفتن با عیدها و روزهای آنها، مثل این که بگوید عیدت مبارک باد یا که با این عیدت مبارک یا تبریک. و ابن قیم فرمود گوینده این کار، این گوینده این سخن اگرچند از کفر سلامت بماند ولیکن در خطر است، مرتکب گناه بزرگ شده است و نزد الله همسان است با تبریک گفتن برای سجده بر صلیب می باشد گفتن، بلکه گناهش از این بزرگتر است. و فرمود که هر کسی را برای گناه یا بدعت یا کفر تبریک بگوید خود را به خشم و نفرت و غضب الله دچار کرده است. و شیخ در ادامه فرمود که سبب حرام بودن تبریک گفتن به عیدهای دینی کافران، سبب اساسی آن این اقرار به کفر آنها و رضایت با شعارهای کفری آنها می باشد. فرق ندارد در این کفر همکار باشد یا که همکار نباشد. و اگر آنها ما را به عیدهای خود تبریک بگویند ما به آنها جواب نمیدهیم. شیخ میگوید زیرا این عیدهای ما نیستند و الله این عیدها را نمیپسندد. همچنین بر مسلمانان برادران و خواهران گرامی حرام است که با کافران شباهت مانند داشته باشد، مانند برگزار کردن جشن‌ها و مناسبت‌های عیدهای آنها، هدیه گرفتن یا که هدیه دادن آنها، تقسیم شیرینی‌ها یا که طعام‌ها یا که بیکار کردن کارها و مانند اینها. پس هر کسی که چیزی از آنها را انجام بدهد گناهکار است، چی از روی خوشامدگویی باشد، چی از روی دوستداری باشد، چی از روی شرم باشد یا سبب‌های دیگر هم باشد که آنها را چیز تبریک بگوید، کمک نماید. این چیزها را سستگیری در دین الله مینامند. از سستی و ضعیف ایمان بنده هست که این کارها را به خاطر شرم و حیاش یا که سبب‌های دیگر خودداری بدون خود دیگر کارها اجرا مینامد. اما فراموش نکنیم که حرام بودن تبریک کردن کافران به عیدهایشان معنای تجاوز به آنها در حق آنها را ندارد. پس حرام بودن تبریک گفتن کافران به عیدهایشان معنای آن را ندارد که به آنها ما تجاوزکاری نماییم، مثل زدن، دشنام دادن یا غیره. به خاطر آنه که اسلام ظلم را و تجاوزکاری را حرام گردانده است، مگر کسی که خود تجاوز کرده باشد، خود ظلم کرده باشد، به مثل آن ظلم کرده است جواب داده می شود. اما کسی که ذمی باشد، ذمی، اهل ذمی، آن کسی که در دیار اسلام است یا که معاهد میگویند، کسی که برای عهد پیمان است از اهل کفر امانت داده شده، در حق آنها تجاوز کردن و وعیدهای سختی آمدگی است. من قتل نفسا معاهدا، هر کسی که جان نفس معاهد را، کسی که با عهد کرده یا ذمی را بکشد بوی بهشت را نخواهد دید، در حالی که بوی بهشت مسافه 40 ساله احساس می شود. روایت ابن عمر است در صحیح بخاری. پس ترک کردن عید کافران در روزهای عیدشان این سبب دور کردن آنها از اسلام نمی شود. پس تا وقتی که مسلمانان با آنها با نیکی روبرو می شوند، با احسان رفتار میکنند، پس ترک کردن تبریک کافران با عیدهایشان تا دمی که مسلمانان با آنها با نیکی و احسان معامله دارند سبب گریزاندن کافران از اسلام نیست، بلکه حمایت از عقیده و دین و شرف و ناموس آبروست. بلکه در ترک چنین مراسم ها این پشتیبانی نکردن از باطل و کفر آنها است و اقرار نکردن آنها در باطل در کفر آنها می باشد. بارک الله فیکم. اما در مورد قبول هدیه ها، پذیرفتن هدیه ها، در اصل شریعت آن است که قبول کردن هدیه از کافر جایز است. این اصل است. قبول کردن هدیه ها از کافر این اصل بر جایز بودن آن است. به خاطر نرم کردن دل او یا ترغیب نمودنش به اسلام، چون که رسول صلی الله علیه و سلم هدیه برخی از کافران را قبول کرده بود، هدیه مانند مقوقس و دیگران. پس حکم هدیه دادن مسلمان بر کافر چی است؟ برای مسلمان جایز است که با کافر یا مشرک هدیه بدهد با نیت نرم کردن دلش یا ترغیب نمودن او مشرک به اسلام، خصوصا اگر خویش و تبار و اقربا باشد یا که همسایه باشد. چگونه که عمر رضی الله عنه با برادر مشرکش در مکه یک حله، یک لباس هدیه داده بود. روایت بخاری است.
اما نقطه مهمتر، جایز نیست که مسلمان در روز عید کافران به آنها هدیه بدهد. جایز نیست که بر مسلمان در روز عید کافران بر کافران هدیه بدهد. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که این کار هدیه دادن کافر در روز عید آن اقرار کردن و شرکت ورزیدن در جشن عید باطل آنها به شما می رود. اگر خاصتا اگر هدیه از چیزهای باشد که به آنها در جشن آنها کمک می رساند، مثل طعام، مثل شمع و مانند اینها، حرام بودنش باز هم سخت‌تر می گردد. حتی برخی از اهل علم بر آن رفتند که چنین عمل کفر است. در کتاب تبیان الحقایق از کتب فقه حنفی در مجلد 6 صفحه 228 می‌فرماید که دادن به نام نوروز، هدیه دادن به نام نوروز جایز نیست، حرام است، بلکه گفتن کفر است. ابو حفص کثیر رحمت الله علیه گفته است که هر مرد 50 سال الله را عبادت کند و سپس روز نوروز بیاید و به یکی از مشرکان تخم هدیه بدهد، با مقصد بزرگ داشتن آن روز کافر می شود و عملش حبطان می گردد. و در جامع الصغیر گفته است که هر کس روز نوروز با مسلمان دیگر هدیه دهد و قصد بزرگ داشت این روز را نداشته باشد، تنها اون را عادت مردم بیشمارده بداند، کافر نمی شود. یعنی اگر انسان در این روزها هدیه ها بدهد با قصد بزرگ داشتن این روزها نباشد، تنها عادت مردم این را عادت کرده باشند، در این حالت کافر نمی شود. ولی فرمودن در دام که برایش لازم است که این کارا محض در همین روز انجام ندهد، یا که پیش یا که بعد انجام بده، تا که بر این کافران شباهت مانع نشود. هدیه میدی در روز آنها نده، چون رسول الله گفتن که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کس با قوم خود را مانع نماید از جمله و زمره آنها قرار میگیرد. و در جامع الصغیر آمده است که اگر مرد روز نوروز چیز بخرد که پیش از آن نمیخرید، اگر قصدش بزرگ داشت آن روز باشد، چنانکه مشرکان این روز را بزرگ میشمارند، کافر میشود. اما اگر قصدش فقط خوردن و نوشیدن باشد، بهره‌مند شدن باشد، پس انسان کافر نمیشود. پایین سخنش. و در کتاب تاج و الاکلیل در مذهب مالکی آمده است که ابن قاسم مکروه دانستند که به نصرانی در روز عید او به خاطر مکافات هدیه بدهد. و در کتاب اقناع از کتب حنبلی ها آمده است که حضور یافتن در عیدهای یهودی و نصرانیان و فروختن چیز بر آنها در آن روز یا که هدیه دادن به مناسبت آن روز حرام است، بلکه جایز نیست که مسلمان بر مسلمان دیگر در این روزها با همدیگر هدیه بدهند، چون که در سخنان فقیهان مذهب ابو حنیفه گذشت بیان کردیم. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمودند که هر کس بر مسلمانان در این عیدها هدیه بدهد که بر خلاف عادت دیگر وقتش هست، هدیه‌اش قبول کرده نشود، خاصتا اگر آن هدیه از چیزهای باشد که با شباهت و مانند کردن آنها باشد، کمک بر آنها باشد، مثل هدیه شمع در عید میلاد، یا که هدیه تخم، یا که شیر، یا که گوسفند و غیر از این چیزها. در اقتداء الصراط المستقیم مجرد اول ذکر کردن. پس قبول کردن هدیه کافر در روز عید او، در روزهای عیدهای خود از کافر پذیرفتن قبول کردن هدیه را جایز است، روا است، اشکالی نداره در این. اما تبریک گفتن با او یا اشتراک کردن در عیدهای آنها، این حرام است، چون که در بالا بیان کردیم. اما نقطه دیگر، حکم قبول کردن هدیه کافران در عیدهایشان. اما قبول کردن هدیه از کافران در روز عیدهای آنها، قبول کردن هدیه های آنها در روز عیدهای آنها، آن هدیه هایی که از شعار کفری آنهاست، این به هیچ وجهی باید پذیرفته نشود که پوینتر بیان میکنیم. و شرکت در جشنهای آنها نیز این عمل جایز و روا نیست. بارک الله فیکم. و الله سبحانه و تعالی عدالت را حتی با کافران هم بر مسلمانان واجب قرار داده است و میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله شما را ای مؤمنان از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنها که کسانی که بر شما در دینتون نجنگیدن و از سرزمین شما را بیرون نکردن باز نمی‌دارد. نیکی با آنها،
عدالت با آنها. هر آینه الله سبحانه و تعالی کسانی را که در گفتار و کردارشان با عدالت رفتار میکنند دوست می‌دارد. پس الله سبحانه و تعالی ما و شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن بر کسانی که در دین ما نیستند امر فرموده است، به شرطی که ما را از دیار منصور نکرده باشند و در حق ما تجاوزکاری نکرده باشند. عدالت با آنها لازم است، اما این عدالت و نیکی معنای آن را نداره که تو آنها را دوست بداری، با آنها محبت داشته باشی، بلکه برعکس آنها را دوست خود قرار نمیدی، با آنها محبت نمیکنی. زیرا دوست داشتن و محبت ورزیدن این تنها مؤمن بین مؤمنان است و دوست داشتن کافر و محبت بر او این جایز نیست. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره مجادله میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر و دون من حد الله و رسوله. هیچ قومی را که به الله و روز قیامت ایمان دارند نمیوبه که با کسانی که الله و رسولش دشمنی میکنند دوست بدارند. و الله میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آورده دشمنان من دشمنان خود را دوست نگیرید. و همچنین میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا البطانه من دونکم، ای کسانی که ایمان آورده و فرمان الله و رسول الله را اجرا نمایید و به شریعت و عمل کردید از غیر خودتون کافران را دوستی پنهانی نگیرید. و همچنین میفرماید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، و به ستمکاران میل نکنید، گفتن به ستمکاران میل نکنید. و همچنین میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و نصارى اولیاء، کسانی که ایمان آورده یهود و نصارا را دوستان خود قرار ندهید. غیر این دلیل ها زیاد است برای حرام بودن دوستی و محبت بر کافران. و گروه از صحابه ها رضی الله عنهم نیز هدیه های مجوسیان را در روز عید آنها قبول کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میفرماید که اما قبول هدیه منهم یوم عیدهم، اما قبول هدیه از آنها در روزهای عیدهایشان قد قدیمنا عن علی ابن ابی طالب، میفرماید که پیشتر از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نقل کردیم. چی نقل کردن؟ رضی الله انه اتى بهدیه نیروز فقبلها، اینکه بر علی ابن ابی طالب یک هدیه نوروز برایش هدیه داده شد و قبول کردند. و ابن ابی شیبه روایت کرده است که ان امرأه سألت عایشه قالت، یک زن از عایشه رضی الله عنها پرسید ان لنا بدرستی که ما اوارن، یعنی که بدرستی که ما یکی دایه های یکی شیردهان از مجوسیان داریم، شیردهان از مجوسیان داریم که آنها شیر میدادن و آنها عید دارن گفت من المجوسی و انه یکون لهم عید فیهدون لنا، گفتن پس بر ما هدیه میآورن هدیه میدهند، چیکار کنیم؟ گفتن قالت عایشه گفت اما ما ذبح من ذلك اليوم فلا تاكلوا، اما آنچه که در این روزهای عیدشون قربانی کردن میشد از آن نخورید، ولیکن کولو من اشجارهم، ولیکن از میوه ها و دیگر چیزایی که داده میشد از اونها بخورید. گفتن و همچنین از ابی برزه انه کان له سکان المجوس، ابی برزه رضی الله عنه روایت می‌نماید که همسایگان مجوس داشتن، فکان یهدون له فی نیروز، و آنها در روز عید نوروزشان و عید مهرجانشان به او هدیه می آوردند و او به اهل خانواده خود میگفت و یقول لاهلی، به اهل خانواده خود میگفت ما کان من فاکهه فکلوا، اگر هست که از میوه باشد بخورید، و ما کان من غیر ذلک، اگر هست که غیر این باشد برگردونید، قبول نپذیرید. پس همه این گفته ها دلیل ها دلالت بر آن میکند که عید خود، همین عیدهایی که آنها دارن تأثیر در قبول کردن هدیه های آنها ندارد، به شرطی که خاصی آن عیدها نباشد، یعنی که از شم یا که تخم دیگر چیزی که خاص آن روزها است. پس قبول هدیه آنها در روزهای عیدهای آنها این قبول کردن می شود. چیزی که خاص اینهای آنها از قربانی یا که شم یا که تخم دیگر چیزی که انجام میدن از اعمال شرکی آن نباشد پذیرفته می شود و این کار کمک در عیدهای و شعارهای کفری آنها وجود ندارد. اینو شیخ الاسلام در اقتضاء صراط مستقیم بیان کردند. و همچنین تاکید می‌نمایند رحمت الله علیه که هرچند ذبح اهل کتاب حلال باشد، هرچند اصل شریعت ذبح و قربانی اهل کتاب را حلال کرده است، اما آنچه که در بخاطر این روزهای عیدهایشون کردن میشود این خوردن آنها حلال نیست و قبول آنها حلال نیست، که در اصل طعام اهل کتاب برای مسلمانان حلال است، طعام مسلمان برای آنها حلال است، اما در روز عیدهای آنها این چیز پذیرفته نمیشود. بارک الله فیکم. اما ذبیحه اهل مجوسی ها این حرام است، جایز نیست اون را پذیرفتن در عید در غیر عید. متوسط که مسئله برایتون بیان شده باشد. و در این باره هم روایت از امام احمد ذکر شده است که خوردنش را اجازه نشمردن، حلال نشمردن، حتی اگر در آنجا چون غالبیت در این روزهای عیدهایشان آنها قربانی میکنند نام غیر الله، نام مسیح را میگیرند. و از عایشه رضی الله عنها و عبدالله ابن عمر نیز در این مورد نقل شده است. اما در مورد شرط های قبول کردن هدیه های کافران در روز عیدهایشان
شرط‌های قبول هدیه‌های کافران در روزهای عیدهایشان که گفتیم اصل در بر جواز است، اما یک چند شرط‌های در اینجا لازم می‌گردد و علما فرمودند که مورد نظر این است که شما می‌توانید هدیه همسایه نصرانی یا که مجوسی یا که یهودی را بپذیرید و قبول کنید، ولی با یک چند شرط‌های زیرینه. اول، هدیه نباید از قربانی‌های آنها در این روزهای عیدهایشان باشد، یعنی چیزی که مخصوص برای عید کافران قربانی شده است. خوردن و قبول آن جایز و روا نمی‌گردد. و هدیه نباید چیزی باشد که به آنها کمک شود در مانند کردن نمانند شدن به آنها، مثلا شم، تخم یا دیگر شیارهایی که دارند. این شیارها باید پذیرفته نشود. و نقطه دیگری هم در این شرح بیان کردن که بر کودکان در نزدیکی این ایده‌ها عقیده الولا و البرا را باید ما تعلیم بدهیم. دوستی به خاطر الله، دشمنی به خاطر الله را باید ما تعلیم بدهیم بر کودکان، تا اینکه آن هدیه هایی که از آنها گرفته میشد محبت این فرزندان مؤمن برای این کافران زیاد نگردد. یکی و این قبول باید به نیت نرم کردن دل و دعوت آنها به سوی اسلام باشد، نه برای دوستی و محبت آنها. اما آن هدیه هایی که بر ما داده می شود، اگر آن هدیه های باشند که نباید ما آن را قبول نماییم، پس آن را قبول نمی کنیم الا با شرح و توضیح دادن سبب قبول نکردن آن و رد کردن آن را بیان نماییم. اگر همسایه تو نصرانی است، یهودی است، مجوسی است، در این روزهای عید قربانی را برای تو آورد، مثال ده که خوردنش برای ما جایز و حرام است، جایز نیست، در این عید اشتراک نمی کنیم و دعوت او را نمیپذیریم و قربانی او را قبول هم نمی کنیم، الا برای او روشن میکنیم، فهماندهی میکنیم، شرح میدیم، سبب اون رو ذکر مینماییم، عقیده نادرست رو بیان مینماییم. و این چنین فرصت است برای دعوت آنها به سوی اسلام و فهماندن این خطرهای کفر برای آنها، برای مؤمنان. چون مسلمان باید از دین و قاعده ها و احکام این شریعت بداند و در آن استوار بماند که هیچ وقت به هیچگاه در خطر شباهت و مانندی به آنها قرار نگیرد، نه با حجت معامله یا که ترس و دیگر این قاعده هایی که شریعت بیان کرده است از احکام اینها را مخالفت نماید. چون الله سبحانه و تعالی و دین او از هم بیشتر مقام احترام و ترس را سزاوار است، نه شخصان دیگر. همین گونه نیست. و همچنین نقطه دیگر از جمله مصلحت هایی که سودمند به حساب نمی رود، برای انسان منفعت بخش نیستند، اینها تبریک گفتن آنها در عیدهای کفری اشان است. این مصلحت سودمند نیست برای مؤمنان، چون شریعت اسلام این را باطل شمرده است، چون در آن فسادهای بیشتر و زیادی هم بر مؤمنان میرسد، چون مصلحت‌های مهمتری را از دست می‌دهد و از فسادی‌هایی که در آن نهفته است و قرار دارد اقرار و رازیگی به عیدهای کافران، چون این چیزهایی است که الله این را بد می‌دارد، خوب نمی‌شمارد. و اینکه انسان اگر در جشنواره‌های آنها این چیزهایی که در بالا ذکر کردیم اگر اینها را اگر که عملی نکرد، تسلیم نشد در برابر نصوص متن‌های شرعی که الله حرام کرده است، تبریک کافران را در عیدهایشان وارد شده است و پیش گذاشتن این بنده هوا و هوس و خواهشات خودش را بر کتاب و دلیل شرعی و همچنین اشتراک کردن در این محفل‌ها ترک نمودن منکر است. منکر و پردی‌ها و فسق و فجور را من نکردن، در آن راضی شدن، زیرا در آنجایی که شعارهای کفر و شرک است انسان باید از آنجا دور باشد و همچنین اشتراک کردن در این جایها ترک نمودن امر بر معروف و نهی از منکر است. به جای دعوت کردن کافران برعکس این رو نشان میدهی، بر آنها تهنیه و تبریک میگویی. به جای بازداشتن آنها از کفرشان، از معصیتشان، از گناهشان، از این شعارهایشان آنها را تبریک میکنی الیاذ بالله، که این در آخر بر کمک کردن این کافران قرار میگیرد، بر کمک کردن این کافران در دینشان. به خاطر چیز؟ زیرا تبریک کردن تو ای بنده این کافران رو در این ایده‌هایشان باعث شادی دلهای آنها در آن کفر میگردد، باعث قوت گرفتن آنها در این دین باطلشان، باعث بالا کردن روحیه آنها در این شرکشان میگردد. حال آنکه بر تو واجب است که از این کفر روی بگردانی، از اهل کفر روی بگردانی، از شیار آنها روی بگردانی و همچنین تشبیه مانند کردن خود ای مسلمان برای این کافران میگردد. بر یک شیار کفر آن را تبریک تهنیت کردن، مسلمان خود را پس شمردن و کافران را عزت دادن است، چون مسلمان از آنها تقلید کرد نه از دینش، عادتهای آنها را با خود گرفت و عادتهای دینی خود رو ترک کرد و همچنین تهنیه و تبریک گفتن آنها کافران
این ضدیت بر مسلمانان و نفاق است، چون مسلمان اعتقاد دارد که کفر از بزرگترین گناهان است. اعتقاد دارد که کفر از بزرگترین گناه است، کفر شرک، و این اعتقادش را مخالفتی می‌نماید، با آنها تبریک می‌گوید در این روز، و این می‌تواند سبب مسخره مسلمانان و دین مسلمانان بگردد. چگونه تو مسلمان هستی و این شعار کفر را می‌دانی و باز با این شعار کفر با آنها را تبریک می‌گویی؟ سپس کافران بر مسلمانان میگویند که عجیب است شما ای مسلمانان، شما چگونه مسلمان هستید که این کفر ما را می‌دانید با بر ما تبریک می‌گویید، با ما اشتراک می‌کنید؟ چگونه شما مسلمان هستید که باور دارید که دین ما دین کفر است، دین ما دین گمراهی و معصیت است، با ما اشتراک می‌کنید، با ما هزل شوخی می‌کنید، با ما یکدیگر را تبریک می‌کنید؟ پس از بزرگترین چیزهایی که الله ما را امر کرده است از حج ترک این کنارگیری از این از کفر و شعارهای کفر، با مؤمنان بودن مخالفت نمودن آنها. پس بدونید برادران و خواهران گرامی که ترک کردن تبریک نمودن کافران در ایدهایشان فایده ها و منفعت های زیادی هم دارد. ترک کردن تبریک گفتن کافران در روزهای ایدهایشان فایده های زیادی هم دارد، از جمله نگاه داشتن مقصد های شریعت و دوری شدن از کفر و شعارهای کفر، تسلیم شدن در برابر نص‌های شرعی، پیش گذاشتن نقل کتاب و سنت بر عقل، باز داشتن منکر پلیدی ها، همکاری نمودن با تقوا و پرهیزگاری و همکاری نکردن بر گناه و تجاوزکاری، مخالفت نمودن کافران در کفرشان، مشارکت نکردن آنها در خصوصیت ها و شعارهای کفرشان، باز داشتن و تنبیه دادن کافر از کفرش و کنارگیری در روز عیدش، تبریک نگفتن از آن. شاید این سبب شود و وای در دینش دلسرد شود، از اعتقادش باز بگرده هنگامی تو اعتقادت رو روشن میکنی، اما تو ای مومن اعتقادت رو روشن نکردی، پس وای از کجا به سوی دین تو باز بگردد؟ پس اتفاق مؤمنان و دوری شدن از تبریک و شعارهای کافران. پس در آخر میگویم که اللهم اعز الاسلام و المسلمین، پروردگار اسلام و مسلمانان را عزت بده، و اذل الشرک و المشرکین، پروردگار شرک و مشرکان را خوار و ذلیل بکن، و انصر عبادک المؤمنین، پروردگار بندگان مؤمنت را لشکر موحدت را نصرت بده یا رب العالمین. ای پروردگار عالمیان، پروردگار در وطن‌هایی که قرار داریم ما را آمین نگه بدار، پروردگار ائمه ما را اصلاح نما و آنها را به سوی نیک راهنمایی کن که پایبند کتاب تو و سنت تو صلی الله علیه و سلم بگردند، سنت پیامبر تو صلی الله علیه و سلم بگردند. پروردگار بر ما راهبران را نصیب روزی بگردان که از تو بترسند و حکم تو را جاری نمایند و رضای تو را جستجو نمایند، برحمتک یا ارحم الراحمین، با رحمت تو ای مهربان ترین مهربان ها. الله اعلم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بارک الله فیکم.